سلام بکس، چطورین؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از کانال خودتون، چنل ابی. همینطور از تامنیل ویدیو دیدید امروز یه ویدیوی خفن داریم که چجوری توی مستر لیگ بازیکن بخریم یا بفروشیم. لیتس گو، بریم سراغ ویدیو. مستر لیگ میرید تو قسم نکنید. الان میخواید برید تو مستر لیگ ریل پلیر یا حالا ام ال پلیرایی که خودتون درست میکنید. ما تیمون رو انتخاب میکنیم چلسی. خب همه اینا دیگه شخصی سازی خودتونه، ولی اینو یه نذاری، سعی کنین همیشه دلار رو بذارید، بعدا نمیشه تغییرش بدیم. به خاطر همین میگم. خب دوستان، برای خرید بازیکن زیر گیم پلن رو باید بزنید. من چون تلفظش رو بلد نیستم نمیگم. خب الان من 147 میلیون دلار دارم. وقتی میخوایم بازیکن بخریم، من اسکاتیک چیز نمیگم برید، همون ادوانس سرچ برید. بچه ما مثلا مسی رو میخوایم انتخاب کنیم، اینجا نشونتون دادن که ریجن همون کشورشون. من آرژانتین رو انتخاب کردم، میخوام مسی رو پیدا کنیم. پستش هم SS یا RWF. خب کلابشون مثلا تو پچمن نیست، پس اینجا چی میشه؟ خیلی بازیکن میاد، نزدیک 500 تا بازیکن میاد. اینجا اسمشو میزنیم. اوکی تمام. خب این از آقای لیونل مسی میذارین روش. خب اینجا اولی برای قرارداد دائمیه، دومی برای یه ساله قرضی، سومی هم واسه 6 ماه هم. خب مثلا ما خواهیم کلا بازیکن رو بگیریم. الان قیمت این بازیکن ارزشش 16 میلیونه، ولی همون پیشنهادی اول 68 میلیون میاره، چون به خاطر مشهور بودنشه. مسیه. این قرارداد فسخه. چقدر پول فسخ میخواد؟ اینجا تیک میگذارید که با بازیکن دیگه من تبادل بشه. الان معمولا مسی و رونالدو کلابا قبول نمیکنم. من مثلا 4-5 برابر ارزشش رو همون یه سال. اینجا میتونید قرارداد حتی 5-6 سال هم ببرید. بکنم تهش چقدره؟ 5 سال. خب این مقدار فصل قرارداد که الان تا 177 میلیون رفت. حالا اون ارزششو میکنیم 95 100. اینا رو معمولا درصدا رو ببریم بالا که مذاکرات قبول بشه. هر بازیکنی هم قبول نمیشه. مثلا کیلیان امباپه الان 2 برابر همینم بدیم قبول نمیکنن. حالا کمتر بدیم، کلا 147 میلیون داریم، اینم بدیم 80 میلیون میدیم. خدا برکت. 5 سال هم کم میکنی، 2 سال خوبه دیگه. بریم قرار میکنن این یه سو میزنید، درخواست استارت میشه، میایید بیرون. حالا مچتون رو میزنید، مثلا یک روز بگذره یا نکس میزنید، خودش روز بگذرونه بهتون نشون میده. الان مثلا 4 روز گذشت، ولی اگه شما مچ بود اسکیپ مچش کنید یا خودتون بازی کنید. خب الان این علامت اومد، میریم تو بخش اینجا. الان فلش رو به بالاست، ببینم قبول کرده قبول نکرده، وگرنه اینجا یه اکسپت میومد. اینا پیشنهادیشون 81 میلیونه، من همون مقدار دادم، قبول نکرد. حالا میرید سراغ یه بازیکن قبول کنه. انقدر بعد تو مذاکرات چیزا رو عوض کنید، زیاد کنید، بهش درخواست بدید که یه موقع قبول کنه. الان ما میریم به یک کسی درخواست میدیم که معمولا قبول کنه. خب اسمو پاک میکنیم چون نیاز نیست. مثلا میخوام کلمانجی از PSG رو برداریم، میریم توی ریجن و
هیچی نذاریم بهتره، ولی حالا دیگه گذاشته شده برای یه چیزی بذاریم. کلابزشو میزنیم فرانسه PSG. اینم از پاریس. حالا بر فرانسه اسم میذاریم سیه. نیمش هم برمیکنم. خب بارکولا کولومانجی. خب میریم واسه قرارداد دائمیش. الان 60 میلیونه. ما میکنیم 68 میلیون که این موقع قبول نکنن. این درصدا رو میبریم بالا رو همه رو 2 سال. مقدار دستمزد، هر برد، چقدر به خود بازیکن، چقدر به خود باشگاه دوباره ما درصدی بدیم. موقع فروشش دوباره 30% به باشگاه قبلی بدیم. اینو چیز هست. اینم که گفتم تیکشو بزنید میگیم با یه بازیکنمون تاق میزنیم که من توصیهش نمیکنم. خب میزنیم درخواست بره، دوباره همینطور میایم یه چند روز بگذره یا اینکه اسکیپ مچ کنیم. الان چندین روز گذشت، حتما درخواستش اعلام میکنه. خب اومد قبوله. آره خب الان درخواستمون رو آقای کولومانجی قبول کرد. الان اینجا اکسپت رو بزنیم پول کم میشه، بازیکن برامون میاد. خب اکسپت تو میگه چی؟ میگه اسکواتمون زیاده، یعنی 40 تا بازیکن و چلسی داره و ما میریم یکی رو بفروشیم، یعنی برامون فروش اومده. هیچ بازیکنمون در حال حاضر فروش نمیره. میریم یه دونه دروازه‌بانایی که اوورالش کمه فست کنیم اینجا ریلیکس، یعنی فستش میکنه که از تیم بره بیرون. تمام شد. این بازیکن از تیم رفت و به جاش آقای کولومانجی رو میاریم. اون قسمت اودر تیمز درخواست ها معلوم میشه، مذاکرات انجام میشه، اکسپت رو میکنیم و تمام. آقای کولومانجی با قیمت 68 میلیون دلار خریده شد. الان میگه آقای کولومانجی 8/8 میاد. الان تاریخ چیه؟ 2020 8/7. برای همینه بعضیا پول کسر میشه ولی بازیکن براشون نمیره. وایسیدی در تاریخش اسکیپ کنیم. بعضی موقع فقط فرداش نیستم، مثلا میبینی 2 ماه بعد یا سیزن بعد بازیکن میاد. به این تاریخی که بهتون گفته تو مذاکرات دقت کنید. خب الان میذاریم تا فردا. 8 دیدید وایسا. چرا؟ چون آقای کولومانجی اومد. بله به همین راحتی برای بکس. همین راحتی. و الان چی شد؟ ما تونستیم خرید بازیکن رو یاد بگیریم، فصل کردن با بازیکنم یاد بگیریم. اگه میخواید تمدید کردن قرارداد بازیکنامون رو یاد بدم با فروش بازیکن‌ها، گذاشتن برای مذاکره، تو کامنت ها برام بنویسید، حتما بهتون یاد میدم. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو نگاه کردین. خیلی عشقید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو دیگه بای.